شام 15 میول خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری باز 42 حالت نو آلوده شوی به کرونا ویروس نو کووید 19 و متاسفانه باز یک حالت نو فقط از این بیماری سرایتی ثبت شده است. به این ترتیب تا شام 15 ایول شماره عمومی نفران به کرونا ویروس گرفتار شده در تاجیکستان به 14,000 نفر رسید که از این شمار 110 نفرش جان باخته، 13,631 نفر یا 97.4% از شماره عمومی گرفتار شدگان شفا یافتند. طبق این ارقام حالا با نشانه های کرونا ویروس 259 نفر تحت تبابت باقی میمانند. بر اساس آمار رسمی وزارت تندرستی تنها از اول ماه ایول علاقه 20 نفر در تاجیکستان قربانی کرونا ویروس شدند. مقامات تاجیکستان از اول سال 2021 سرسختانه آشکار شدن حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس و فوت ساکنان از این بیماری را رد میکردند، ولی روز 21 میلیون مجبور شدند اعتراف کنند که جمهوری به موج نو کرونا ویروس روبرو شده است.